فرهنگی افغان پاک، فرهنگ کهن ما ریشه و شاخه ما، فرهنگ کهن ما ریشه و شاخه ما. سلام و درود دوستای عزیز در گوشه و کنار دنیا که هستین. دوستای عزیز، برای شما بهتر خوبتر معلوم است که اتحادیه فرهنگی استانبول هنر در همیشه فقط دنبال استعدادها در هر گوشه و کنار دنیا زحمت کشیده و میتپه تا استعدادهای فرهنگی با هم بسیج کنه و یک محتوای یک کارهای بسیار خوب را انجام بده که این بار یک برنامه متفاوت از همه برنامه هر هفته بر شما به نشر میرسانیم. فقط هر هفته با کی میباشیم؟ با کرکترهای بازیگرای سریال صبر که در این اواخر میبینید که بسیار زیاد موفقانه پیش میرن و چهره های بسیار برجسته خوب. دیگه فعلا ما یک نشرات بسیار کوچک از صحنه شوتینگ با اونا داشتیم که او را با شما شریک میسازیم. منتظر نشرات بعدی ما هر هفته باشیم. این شما و این استعدادهای سریال صبر. یک سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزان و کل تمام ملت عزیز غیور افغانستان عزیز، بخصوص برای فرهنگی های ما، از سینماگرای ما، هنرمندای ما به شمول محترم سلیق برمک امیل از در فرانسه هستم، یک رفیق شخصی ما، صدای ما رو بشنون. فراد جان دریا، استاد ظاهر باختری، قیس الفت، آریانا جان سعید، غزل عنایت، تمام امیر جان صبوری، تمامشان میخوایم نام بگیرم، نمیخوایم وقت شما رو زیاد بگیرم. در این شرایط که برای تمام دنیا معلوم است که ما در این شرایط یک فرهنگ افغانستان با بسیار مشقت با تصویر میکشیم، با همکاری نویسندگی میوند جان عزیز و کارگردانی نوری صاحب. دوستای ما که اینا میبینین همشان به یک شرایط بسیار خاص، بسیار مشکلات. فقط به یاد داشته باشین که سریال ما را در ردیف اول بگیرین از هر لحاظ، به خاطر امی تمام گپ یک طرف میمانیم. امی که در داخل پاکستان هستیم، در این شرایط که از این خانه تا او خانه بسیار آسانی رفت آمد کرده نمیتونیم و از شما دوستا و فرهنگی ها خواهش میکنیم که فقط سریال ما را در ردیف اول بگیرین و اولین سریال افغانی است که با کوالیتی بسیار بالا، بسیار خوب ثبت شده. و سلام، منتظر بسیار کارهای خوب ما باشیم، بخصوص که یک آهنگ به سریال صبر که مخصوص سریال صبر خوانده میشه. فراد جان دریا تو بسیار زیاد دقیق باشی که در پا هستی. استاد امیر جان صبوری، استاد ظاهر باختری و سلام. من شما سلام تقدیم میکنم خدمت همه. میگه سال یک دفعه ما رو غافل گیر کرد، گفت بین اینجا که چند دقیقه صحبت دارم، صحبت های ما رو بشنین. قسمی که میبینید در جریان شوتینگ هستیم. واقعا قسمی که سال گفت جنجال و مشکلات هست، اما ما هستیم، سریال میسازیم، کار میکنیم، فعالیت میکنیم. البته احسان نمیمانیم سر کسی که ما به خاطر کس دیگه میسازیم، ولی که کار است که ما هم به خاطر خود میکنیم، هم به خاطر مردم خود، هم به خاطر کشور خود. در کل فعالیت هنری است، از هر طریقی که امکان داره هر کس در هر گوشه‌ای که از فعالیت‌های خود می داشته باشه. سایه خب گفتن که اولین سریال با کیفیت است، بدون شک که کیفیت سریال مالی است، ولی که واقعا سریال‌های دیگه هم ما داریم. به خاطر دوستا خفه نشن بگن سریال ما رو بد گفتن. اصلا خوب از اینکه سریال خوب ما داشتیم و می داشته باشیم و ما هم کوشش میکنیم که روز به روز کارهای خوبتر و فعالیت‌های خوبتر داشته باشیم تا اینکه سینمای ما شما رشد به خاطر من در این سریال هستم، از این خاطر میگم 100% نوری صاحب زنده و سلامت باشین. با هم احترامات تقدیم میکنم خدمت همه اعضای که بیننده ما هستن، مخصوصا اعضایی که سایه صاحب نام گرفتن، نمایندگان خیلی خوب، ما احترامات ما برایشان تقدیم. خب با آسخانه ارزمون متاسفانه من شناخت کافی ندارم، دوستی رفاقت ندارم، اما برمک صاحب که دوستای بسیار خوب هستن، اگر دور ببینن
ما هم جداگانه میخوایم احترامات برایشان تقدیم بکنم. البته سپاس میکنم از اونها و از همه پیشکسوت‌های سینمای افغانستان تا این مسیر گشودن و امروز ما قدم‌های باره تعقیب میکنیم پیش میریم. دیگه سایت در ارتباط ساخت سریال صبر در کشور پاکستان گفتن. من واقعا سپاسگزاری میکنم از تک تک هنرپیشه‌هایی که در سریال زحمت میکشن کار میکنن. مثلا خود سایل صاحب که آمدن در سریال بسیار یک نقش زیبا ایفا میکنن و میوند عزیز که شما میبینید در کنار ما نوشته خیلی زیبا سریال نوشته کردن بسیار بعد صورت از سنش میگن دیگه اون صورت امروز مریض هم هست. این که میبینه کمی که مودکش خراب است مریض است. من گفتی که سال از 12 مریض است کردم. انشاءالله سال از 12 هیچ وقت مریض نباشن. بعد وقتا کمی که سردرد نباشن و سردردی سال دیر رو با یک دو سال نه یک سال سردرد بودن ما گفتم والا آفرین میوان که هر روز سردرد است ما رو تعامل میکنن. قریب اون رو پیشات اشتباه میکرد تو سنبت بخونده دیگه رو داری چی اشتباه کنم این قادر بشم. ما دیروز سردردی واقعا نکرد کم عزت کنه. سپاس میکنم از صدف جان، از رفا جان، از خانم صدیقی و اون فاطمه بگویم ما اینها رو در هر وقت از خاطر در نقش مادر هستن مادر نگیم. من بعد وقت نگویم که ما خواستن ما پایان نیست ما مادر بگویم از او خاطر چون در نقش هستن. من سپاس از اینا میکنم که واقعا اینا در این شرایط ما خب مردا خب بعض صورت خانمایی که در این شرایط کار میکنن میگن مثل مرد در کنار ما هستن. واقعا جای سپاسگزاری از شما هست. من از همتون سپاسگزاری میکنم و احترام به همتون. شما کدام گفتنی دارین که همه ما در خدمتتان هستیم. مزبان انگلیسی و انگلیسی و آلمانی همین پالا گفتن دیگه. دقیقاً فقط من به نوبه خود سلام به همه دوستا تقدیم میکنم. خدا کنه خوب باشن. دیگه گپای دیگه دوستای ما گفتن. تشکر.